تیم مذاکره کننده هسته‌ای در زمان مذاکرات برجام قبلی 270 کیلو آجیل و پاستیل خوردن. آجیل رو میفهمم، پاستیل چرا؟ این صرفاً چون مثلا کاترین اشتون تو تیم روبرو بوده برای مذاکره گفتید پاستیل میدیم امتیاز میگیریم دیگه، خانم‌ها پاستیل دوست دارن. کاترین داشبورد واکن، اون تو پاستیل است، حالا این بنده امضا. کاملا روند مذاکرات رو میشد متوجه شده از آجیلا، یعنی آخراش مثلا این مکانیزم ماشه احتمالاً آخرا اضافه شده، چون فقط نخود کیش میشا مونده بوده، پسته بادوم و اینا رو خورده بودن دیگه. حسین نچه گفته پسته تموم شد پس اینو اضافه کن. این قضیه کاملا به خاطر فرهنگ ماست. یعنی ما احتمالاً میریخته آقای ظریف احتمالاً تو جیبش مثلا در حین مذاکرات، جان اینو بگید به کسی ندیا. آجیل مشکل گشا میگن، ولی مشکل منظور مشکل خانوادگی است، با دایی اختلافی داری، نمیدونم مسئله پیش اومده تو محل شورای محل حلش کن، نه این مشکلی که در سطح جهان ما میخوام بریم مذاکره کنیم. این دیگه آجیل مشکل گشا نیست که. حالا برای مذاکرات بعدی ولی حواستون باشه از قبل کم سفارش بدید، بذارید رو میز، خیلی کم، چون آجیل خوشخوراکه دیگه، لامصب اصلا هر کاری کنی خورده میشه. میدونی مثلا مذاکرات بعدی تصور کن آجیل رو میزه، هی هر کی میخواد یه چیز بگه یه تیکه آجیل هم برمی‌داره میخوره. آقا اورانیومای ما حالا میگید 60% 20% این چه کار زشتی بود اومدید زدید رفتید.